تو را بران نه و بلان باید گویند. بلانی بزرگ، همه‌اش را برباد دادی. تمامی نقشه هایت برباد رفتند. آدمانی که به تو باوری داشتند دیده و دانست آنها را کشتی. چه خیل آدمی نااهده برای بران. به تو چی شد بران بزرگ؟ گریه کردن کار ضعیفان است. تو حالا بای نداده ای، تنها ظفرهای بزرگ را به تأخیر گذاشته ای. خودت را به دست گیر. مادامی که ارکین کاندو از تو دست نکشیده است، تو چرا از خودت دست میکشی؟ با پا خیز، با آنها نشان ده که تو بلان نی و برهانی بزرگ هستی. فراموش نکن آقای کایا، کارهایشان قانونی نیست. حق ندارند که ما را در اینجا نگاه دارند. چیزی که نپرسند یگان کلمه نمیگوییم. آخر خانم، اینها پلیس های عادی نیستند. یکی جان ما را در عذاب میگذارد، از آنه که جان ما عذاب کشد حبسخانه را انتخاب میکنیم. اصلا اگر گویی جانت عذاب نمیکشد بلکه میبراید. یعنی چی طور؟ ارکین کاندو با خیانتکارها چی کار میکرد؟ نیست میکرد. زود از این دنیا میفرستاد. مگر فراموش کردی؟ نکردم، فراموش نکردم و سرم گرنگ شد. نمیدونم چیکار کنم. همش معلوم است. حقوق خاموش ماندنمان را استفاده میکنیم، یگان کلمه نمیگوییم. خاموش میآیم. خاموش، تمام آمدن. تمام افلاسی ها را تازه باید کرد. همینطور نه؟ نه آقا، در این سن و سال مرا با کارهای تازه کنی مجبور نکن. از شما باری آخر میپرسم، بران در کجاست؟ ما از کجا میدونیم؟ رفته از یگان نفری دیگر پرسید. بله. شما برای ما را در اینجا نگاه داشتن حق ندارید. اگر ما را در حال آزاد نکنید از بالایتون دعوا کرده تمامی مبلغ‌هایتون را ستانیده شما را خاک راه میکنم. هیچ از پول و تنگه سر نشدی که مینیک، سر نشدی. چطور سر شود سردارم؟ آخر میده وی میده گاو است. تمام دنیا را هم خورد، سر نمی کند. باز جناب خبر نداره که در احوال وزنی گرفتار است. باز هم فکر میکند که کدام دستی درازی آمده او را رها میکند. اما بیهوده است، بیهوده جناب. هیچ گپ نیست جنابان. ما جان میدیم، سیرمان را نمیگوییم. باز میگفتید که جای بران را نمیدانم خانم عزیزه. حالا باشد میمورم و سیرم را نمیگویم میگوید. نه سردارم، نه، اینها با این راه گپ نمیزنند. بیایید بهترش اصولهای باباگی را به کار میبریم. اصولهای باباگی؟ آنها چگونند؟ خیر، مثلا قوه برق دادن، ناخنها را کندن، از پا آویختن، همه خیلی چیز آخر کارهای نازک. من این را به هیچ کس توصیه نمیدهم جناب. نه ترس آقای کایا، اینها گپ خالی اند، هیچ کاری کرده نمیتوانند. ببخشید خانم. سردارم انبور را بیارم. بیار یگید، بیار. ناخنهای کیامینی خیلی دراز شدند. آنها را کنده با او خدمت میکنیم. خانم عزیزه آرام شو. آقای یگید را به غضب نار. آخر سردار انسانی با فهم است، یگان مصلحت میکنیم. همینطور نه نجیب سردار؟ بله. تو اینقدر ترسونچک بوده ای کایا. کمی مرد باش، جسور باش. همه تیر نشه، با ما هیچ کار کرده نمیتوانند. نمیکنند. یگید زود انبار را بیار. اینها گپی خوب را نمیفهمند. گوش کن آقای کایا، حالا ما از غضب زیاد خودمون رو اداره کردن نمیتوانیم. بعداً وقتی عذاب کشی نگوی که وای من نمیدانستم، ما را آگاه نکردند، وای به من نگفتند. بله سردارم راست میگویند. به فکرم مینیک به گپ میدراید. کایا مینیک را اگر کمی دیگر ترسانید همش را اعتراف میکند. اجازه دهید کمی دیگر یگید کوشش کند آقای مظهر. اجازه دادم.
یگید کارش را کرده آنها را به گپ درآورد اما عذاب ندهد. دوستم خیلی خرسند می شود. با اجازه شما. آقای مستر، شناسنامه نواربردار رو معین کردیم. نامش کریم گروی بوده است. او را جستجو کردم. نام این آدم در پرونده جاسوسی ناقل بحری هم گذاشته است. با یکی از تشکیلات‌های جاسوسی خارجی کار و فعالیت می‌کرده است. خیری، او را باید جستجو کنیم. این سوءقصد از جهت پیوندی ارکین کاندوی جهانی خیلی مهم بوده میتواند. بله، همش را جستجو داریم آقای مستر. از خارجه یک کامera آوردن. از نمودش چیزی نیست، اما فکر میکنم که برای ماده شیمیایی صندوق را به کار درآوردن از آن کامera استفاده کردن. آفرین خیری. ها، و با زنگ‌های تلفنیش را هم دیدیم. پیش از سوءقصد با شخص با نام میستر جونز صحبت کرده است. جای او را یافته میتوانی خیری؟ متاسفانه او نیم ساعت پیش به طیاره ایتالیا روما سوار شده است. میلش تو جستجو را دوام ده خیری. اطاعت آقای مستر. بارون بزرگ، وقت رسید از پس من بیایید. مرا به کجا میبرید؟ شما را آزاد از این دولت میبراریم. گوش کن کیامینیک، حاضر میروم و انبور را میارم. ناخونهایت از ریشه هایشون کنده میشوند. کو گپ زن هرچی میدانی گپ زن. آقای نجیب جان، مرا ببخشید. آیا شما با یگید مانع شده نمیتوانید؟ با این سوال من جواب دهم سردارم. مرحمت آقای ممدوح. از آقای مظهر هم اجازت آمد. مادامی که کیا گپ نمیزند یگید با اصولهای خود او را به گپ درآورد گفتند. خودت شنیدی کیامینیک. با خدا دیگر من هم کاری کردن نمیتوانم. اکنون کسی یگید را داشته نمیتواند. گوش کن کیامینیک، این فرصتی آخرینت است. یا اینکه به خوبی گپ بزنی یا اینکه تو را با شکنجه و عذاب مجبور میکنم. نه ایستو گپ میزنم. گپ نزن کیامینیک، ترسانیدن میخواهند. هیچ کاری کردن نمیتوانند، نترس. دوستم مندو، خواهش میکنم خانم عزیزه را از اینجا برار. او برای با آقای کیا صحبت کردن به ما خلل میرساند. شاید خونی خانم از گردش مانده باشد. خون چخیلی خون؟ مرحمت شده است. مرحمت آقای یگید. مرحمت خانم عزیزه. دستت رو گیر، خودم میروم. کنی گپ نزن کیامینیک، وگرنه بلای به سرت آید کردار نمیشوم. زودتر یگید برار کار. تشکر سردارم. خوش. کو گپ زن جناب کیا. در وطن دوستی من ملت و دینم را دوست میدارم آقای یگید. هر چی خواهید از من پرسید. تو در حقیقت شیطانی گذرا هستی کیا. در یک لحظه به همه سمت تاب میخوری. ولی سوالم کوتاه و آسان است. بران در کجاست؟ مرحمت. باری آخرین میپرسم جناب، برام در کجاست؟ برام با کجا میرود؟ به خارجه. کی؟ با چی؟ از کجا میرود؟ زودتر گپ زن میگم، زودتر گپ زن. میگویم اما بی خطریم رو میخوام. در خصوصی حیاتم دستمارسی میخوام. اگر کمی پول هم میشد خرسند میشدم. همش رو خطی میخواهم. آقای یگید پول رو نقد میخواهم. ابله نمیدانم تو را چی گویم. جیوی کیا چی گویم تو را؟ گپ زن، چی گویم تو را؟ چی گپ است؟ این صدا از کجا می آید؟
این آدم ها واقعا هم ابلهند. این چیست؟ телефони кая миник аст. барон занг мезанад. бояд ӯ суҳбат кунад ҷураҷон. садои баронро дар занги телефонаш мондааст. акаигид ту ҳеҷ гоҳ маро хайриам намегӯӣ. охир инро шунида қаҳрам омад. агар ман туро чунин гӯям додарам, танҳо бехайрам мегӯям, бехайрам. кӯзу телефонро ба миник бар. пеш аз гурехтанаш баронро дастгир кунем. майла шака. биё зудтар бароем ҷураҷон. боз дер накунем. ягон нафар бо барон хайрбод накунад айб мешавад. зудтар. این خیانتت به جواب نمیماند کایا مینیک. مگر تو با من نگفته بودی که به دست یگیتی دیوانه نرفتم؟ گفته‌ات رو کردم، باز چی میخوایی؟ زودتر امضایت رو گذار. сардорам. خیره چی گپ است؟ сардорам телефони ҷиви кая занг зад. сардораш аст. барон шубҳа накунад гуфтам ман. гуфтугӯяшонро муҳим шуморидам ман. зуд давида ман телефонро овардам ман. آفرین خیری. تو خانم عزیزه رو با بیرون برار. کایا مینیک با سردارش با حضور صحبت کند. майлаш сардорам. خانم عزیزه رو من میبرارم. من барори кор марҳамат гузаред. рафтем. سیرا فوش نکرده گپ زن. اگر ذره خطا کنی شرطنامه ویران میشود. فهمو؟ مایلش آقای نجیب فهمیدم. شد. برانی بزرگم، شما در کجای جناب؟ شما را نبینم دنیا برایم تاریک می شود جناب. از این پس مرا شاید نبینیم. این را فراموش نکن که با تو کار کردن برایم ذوق زیاد داد. فکرهای بزرگت را پزمان می شوم. تو را یاد می کنم. همیشه در فکر ما هستید. انسانی خوبید. از شناسایی با شما چنان شادم که زیغ نشوید. این رفتنتان گریختن نیست، بلکه آمادگی برگشتن است. برای جمع کردن قوه ها یک فرصت می نامیم. من باوری دارم که برگشتنتان محتشم می شود. آن روز باز در برتان ایستاده برای ارکان کننده خدمت کردن برایم شرف است. چی طور؟ مثل خواستهتان شد جناب؟ کمی ناراحت شدم اما هیچ گپ نه. آفرین آفرین. مرحمت جناب. گذرگاه همون معلوم است. از ترکیه چطور میبراییم؟ این کشتی شما را به جزیره معین میبرد. از آنجا با کشتی دیگر به اتینا میگذارد. بعد با طیاره به ویلای در کما بوده اتون میروید. گروه گلابری شما را در آنجا انتظار میشوند. مملکتم را خیلی پزمان شدم. جناب، جامدانهایتان را گذاشتیم. در اینجا حجت‌ها جای گیرند. تشکر میکنم. تسلیم شوید. انا اونها در آنجایم دستم. در آنجایم. یگید نمدو بلاهای سرم. مگر از شما رهایی ندارم؟ پرانید آنها را نیست کنید. دوستم احتیاط باش. خوب شده است جورا جان. با دقت باش، باز نگریزد. از دست ما رهایی نمییابد جورا جان. از دستی من رها نمیشوی آقای بران. به هیچ کجا گریختن نمیتوانی آقای بران. میبینیم کی به جان کی دست دراز میکنه. خیز زخمت آنقدر وزنی نیست. خیز این رو چه به کار دارم ها؟ تو ایستا بلانی بزرگ. کشتیرانی این کار تو نیست. با سیویر تیپا از اینجا نمی روند.
جنابان ببینید خوب نظر کنید. برانی بزرگ مخفی اینک در حضور شما. نهایت خواهش میکنم احترام را بجا آورید. حق نداری با من چنین سخنگویی. قاتل ثابت همین کس است. قاتل لیلا هم همین کس است. اپای هنر رانو در خونی همه‌شون همین بیناموس سبب شده است. بیناموسی رسوا، بیناموسی بی‌حیا. خیلی توف کن برایش، توف کن. سردارم، در اصل این کس رو که حالا در دستمان است اجازه دهید خوب لگد کوبش کنیم. جنابان ایستید، کمی آرام باشید. تبریک میکنم نجیب، در آخر سری ماری در اینجا بوده را دستگیر کردیم. رفیقان همتان را تبریک میکنم. شکر خدا ما از دستمان آمده را اجرا کردیم. دوام کار را مقامات دخلدار قرار میدهد. این را به نظارت خانه برید. چه احتیاجی داشته باشد تأمین کنید، به او ضرر نرسانید. فهم آقای مسهر، این کار رو من حل میکنم. پیش درو. رفتیم خیلی. ممدوح، تو با کاتب سروزیر در ارتباط باش. با جناب سروزیر با خوری کردن میخواهم. اطاعت آقای مظهر. محترم برانم، سردارم، شما را هم دستگیر کردن؟ بله خانم، او را هم دستگیر کردیم. درو قریب بود که شما را ترک کرده رود. همه اتون با این عملهایتان جواب میدهید. کم بگو، کمی هوای تازه دروید. آرام باش عزیزه، هر کار نقطه حل دارد. این روزها هم پسی سر می شوند. همه‌اش از روی همین شد سردارم. همین کس خبر داد. این خائن شما را فروخت. کی؟ عزیز خانم این خیل مگوید. خواهش میکنم چنین مگوید. مگر من برانم را میفروشم؟ خاموش شوید. جناب بلان، شاید فهمیده میخواهید. این جناب مینیک درباره شما بسیار چیزها را نقل کرد. ثبت و نوارش هم هست. تو میبینی مینیک که میدهک. تو میبینی که زبانت را چگونه میبرم. هر چیز زودتر ببرید جناب بران. به خدا شما هم خلاص میشوید و ما هم. جنابم مرا گوش کنید. به من دارو دادند، قوه برق دادند، شکنجه کردند. باور کنید که چی گفتنم رو نمیدونم. خاموش شو. کمربند و دیگر اشیاهای ضرررسانش را گرفتید؟ بله سردارم گرفتید. چرا اشیاهای شخصیم را گرفتید؟ حاضر طبعتان خیره است و حتی افسردگی هم داره. در این حالت هر چی شدنش ممکن است. ولی شما برای ما زنده لازم هستید. از آنی که این روزها رو دیده مردنم بهتر است. بخدا اگر به من باشد مردنتان بهتر است. اما چیکار کنیم؟ حقوق میگویند، سود میگویند، عدالت میگویند. اگر احتیاج شود صدا کنید. مرا گوش کنید. عقلتان را کار فرمایید. جنگ و جنجال نشود. اقلا همینجا خوب و با آداب نشینید. رفتیم بچه ها. رفتیم. خیر. بله جناب سروزیر، همه‌شون در دستمان. بران، عزیزه، کایا مینیک و پیکاس. آقای مظهر تبریک میکنم. شما که از تحت دل ادای وظیفه می نماید. انتخابات در چهارچوب لازمه دموکراتی به آخر می رسد. از این انتخابات انتظاری آن را داریم که متن سرقانون را نزد خلق پیشنهاد نماییم که آن حقوق و آزادی های شهروندی را حمایه نماید که این هم حق شهروندان است. انشاءالله هدف ما همین است. انشاءالله محترم سروزیر. از این بعدش را عدلیه بزرگ ترک دیده می براید. خواهش میکنم جوابگران را صحت و سلامت به تالار سود برسانید. اطاعت جناب سروزیر. شما را آقای مظهر و همه هیئت را برای جسوریتان تبریک میکنم. آقای مظهر، تا آن وقتی که به مثل شما و هیئت شما در این سرزمین هستند و نه برای اسم خود بلکه برای وطن، برای ملت خودشان را فدا میکنند، نقشه های غرضناک خائنان برباد خواهد رفت. تشکر جناب سروزیر. مرا از همه پیشروی ها خبردار نماید. به شما برای کار. به شما هم روز بخیر جناب سروزیر. از نام رفیقان به شما سلام میرسانم. بله رفیقان، جناب سروزیر را شنیدید. به همتون تشکر گفت.
لیکن کارمان تمام نشده است. از این پس هممون باز هم هوشیارتر باید باشیم. бароне ки ба ҳайати сардори эркенкондуи турка таъин карда будем дастгир карда шудааст ва натиҷаи интихоботи охирин маънои онро дорад ки созмони дар туркия бударо дар тобут гузоштаем. мутаассифона натиҷа аз нигоҳи мо новобаста аз баъзе бурдбориҳо дар маҷмӯъ ба ноумедӣ рӯбарӯ шудааст. сабаби ҷамъшавии имрӯзаи мо мех задани тобут ва дафн кардани он аст. магар танҳо назар ба он мекунем ки як кишвари муҳиме аз кафи дастамон парвоз карда меравад ва он ба он роҳе ки худаш ихтиёр мекунад ба ҳамон биравад ва ё мехҳои ин тобутро мегирем ва созмонамонро дубора эҳё мекунем ва ё он қудрате ки дар он кишвар дорем ва нақши чашму дастро мебозад дубора эҳё бигардонем. оид ба баҳси ин мавзӯъ дар ин ҷо ҷамъ омадаем. дар ин кор бояд чӣ қарор қабул намоем? медонам ҳамаатон хаста шудаед. чанд муддат аст ки шабу рӯз фаъолият намудед ва ҳаётатонро дар таҳлука гузоштед. баъзеатон захмин шудед. собит ва лайло бар ин рафиқҳоро аз даст додем. наҷиб бо фарзандҳояш бо камбудиҳо рӯбарӯ шуд. қариб буд ки оила пароканда шавад. шукр ки ҳамааш паси сар шуд. оғои мазҳар, ҳадди ақал якчанд муддат садои аъзоёни эркенкунду намебарояд. мо ҳам нафаси озод мекашем. ака биё ба берун рафта ҳавои тоза мегирем. хайре, модоме ки меравем биё ҳавои биравем. фикри хуб мешавад. агар аз ман бипурсед, таътил кардан ба мисли шумо ки мушкилоти вазнинеро паси сар намудед машғулияти беҳуда аст. ман фикр намекунам ки ҷанг тамом шудааст. баръакс, пас аз ин фаъолияти кориро боз ҳам зиёдтар бояд кард. ман ҳам ба шумо ҳам фикрам. ҷанги 200-соларо бо дастгир кардани 35 нафар хотима бахшидан нодуруст аст. муҳим он аст ки аз ин пас стратегия чӣ гуна мешавад. ба фикри ман тағйиротҳои ҷиддӣ мешавад. мо ҳам бояд ҳаминро бидонем. ҳозир танҳо тахмин карда метавонем ки ин номуайянӣ ва ҳавои абрнок моро нороҳат мекунад. наполеон гуфтааст ки он ҷойро ки қадам намегузорем моли ту нест. агар фикр кунем қадами мо дар туркия дар аввал бо зарбаи қонун ва баъди он бо зарбаи интихобот камда мешавад. сардорам, дар ин кишвар ошкоро сохти нав ташкил шуда истодааст ва ба мо мегӯянд ки барои шумо ҷое нест. бале ҷанобон, чунин ба назар мерасад. мо бояд ки дар ҳол роҳи ҳалли ин масъаларо ёбем. ҷанобон, моддаи ҳомиёне ки ба мо маълум аст, сарқонун, ҳуқуқ ва озодӣ ва ҳатто масъалаи курд миёни мо ва халқ масофаи худро гузоштааст. на нафарони хуб ва нафарони бад қадаме гузошта наметавонанд. яъне муваффақ шудани ин се лоиҳа дар туркия хайр гуфтани мо бо ин кишвар аст. инро онҳо не мо қарор медиҳем. мо ҳоло сухани охирони худро нагуфтаем. пас чӣ кор мекунем? чӣ кор мекунем? дар пеш фурсатҳои нав ба нав қарор дорад. дар аввал интихоботи президентиро халалдор сохтан аст. дуюм, дар соли 2014 қарордод барои таъйини ҳайат мебошад. ва сеюм, гурӯҳҳое ки сабтҳои таҳдидовар омода мекарданд боз рӯи саҳна меорем ва боз ҳамон кор, нафареро аз майдон баровардану нафари дигарро ба кор даровардан. дар интихоботи 2015 шояд 46-50% овоз мегирем ва нафаронамон ҷо дар парлумон мавқеъ мегиранд ва иқтидорамонро дубора ба даст мегирем. агар ки қувваҳои сиёҳамон дар туркия шикаст хӯрда бошанд, он вақт бо дастгирии қувваҳои сафедамон, алалхусус бо қувваҳои сабзи ифротгаронаи хунин, дар якҷоягӣ таъмини онро мекунанд ки ба натиҷаи назарраси ноил бигардем. чӣ ҳол доред? ин чӣ аст? сардори бузург, эркенконду дар мамлакат нишасту инҳо дар назоратхона нишастанд. шумо чӣ мегӯед ҷаноб? والله جناب مینیک چنه که در شعر میگوید این شمال به مددی انقلاب است. нафаҳмидам отиф. охир барон
سخن بگو که ما هم بفهمیم. همیشه تو همه چرخی فلک است. روز وقتی حساب و کتاب می آید خیری بخشش کید. فهمیدم. کلاه و گردن بندم رو برار. و تو گفتم برار. رفت از اینجا رفت. کلاهی من چیکار داری؟ نقشه مهم از دادری زیبای من. نقشه. اگر گویم که کلاه رو در سر کردم و فخر نکردم دروغ می شود. با خیر است جناب پالون. گفتنی داری. دردت کرد. شکمت گرسنمان همین طور. سرده. شما کی هستید که مرا مسخره میکنید؟ شما کی هستید؟ شما آدمانی رزیل خود کی هستید؟ شما نفرانی هستید که مسخره میکنید. سرده مرا مسخره کردن نمیتوانی. عاطف هرچی که باشد هم دست نمیکشیم. بران رو هم از دستی آنها با کدام راهی که نباشد میگیریم. لیکن سردارم ناممکن مینماید. چه خیل میکنیم؟ چه خیل ناممکن است؟ حاضر آنها به سود رفته ایستادند. چه خیل ناممکن است؟ اگر لازم شود در ترکیه گروهی مخصوص تأسیس دهید. دیگرانش به ما لازم نیست. لازم شود میمیرند. اما برای ما مسئله ناموس است. اگر یک مراتبه امکان دهید که پخش کنند با آنها راه می شود، آن وقت دیگر نفره را نمیابیم که برای ما آدم کش شود. شما مرا میفهمید؟ علال خصوص شاهدانی که در سود شاهدی میدهند خیلی خطرناکند. همشان را نابود کردن میخواهم. با نفرانی در ترکیه بوده در تماس شوید و آنچه که لازم است اجرا نمایید. از شما برای به دست آوردن غالبیت فکر را طلب میکنم. در حال پس از انتخابات همه این نقشه ها کارها دیده شود. در قندیل کسی هست یا نه؟ به سرحد روان کنید. همه جا را به خون آغشته کنید. یگان کس زنده نماند. ترکیه چنان خونریزی ببیند که در تاریخش ندیده باشد. از شما همین را میخواهم. برای ما کلمه مغلوبیت وجود ندارد. همه این را خوب باید داند. تو حقی مرا مسخره کردن نداری. همه تان را از اینجا میرانم. همه تان را زنده و زنده گول میکنم. شما کی هستید؟ شما کی هستید میگویم؟ سردید بگم آرام باش. سردید به اینها بگو از من دور شوند. عاطف خیری خطرناکترین حالت گربه در کنج ماندن است. و من گوش کنید. آرام باشید. امروز به سر سود میبرایید. تابتون خیره نشود. فهمیدید؟ باید شد اکنون رفتیم. حالا با تو نشان میدهم. دادر گوش کنید. چرا شما آنها را مسخره میکنید؟ چرا مسخره نکنیم که خون مردم بیگناه را رزاندند؟ با اینها چی کاری که کنیم کم است. آقای مظهر را شنیدید؟ این خیرکارها را دوست نمیدارند. با من باشد قبول است. حتی کم کردید لیکن والله حکیم امدو خیری. عاطف تو هم یک روی نکن. خیری عاطف را هم به خودت مانند کرده ای. این خیل نشده است. این خیل نشده است که کلاه هم به تو زیبده است. کو با من ده. تو ترسانچک هستی. تو بزدلی. برادر با سردارم بده بپوشید. سردارم یک بپوشید. بپوشید. سردارم کو یک بار پوشید. اینا قوی سری شو. اینکه باشد گردن بند رو هم ده تا اینکه پول شود. ده زود باش. مرحمت گیرید. کنی بیدیم. بهترین. آفرین سردارم. همین این کشور را من تأسیس دادم. سردارم من تأسیس دادم. من چی گویم همون می شود. اجرا کنم گویم اجرا می شود. رو گویم می رود. من بدانید آفرین سردار. آفرین. همه اتان را پدار می آویزم. پدار می آویزم. آیسته سردارم. آیسته. بهترین سردارم. سردارم خودتون را غمگین نکنید. دوستانی بیرینه که خوب از فکری ما را کردن. من همش را دیده ایستادم. خواطر مباشد. شما را نجات میدیم. خدایا این را ببین. حالا هم صبر نکرده سخن میگوید. زمانی میده ای تو را که ها باید میبریدیم. بران از روی تو در این حال است. همه ما از روی تو در زندان میپرسیم. بس است. هر دویتان خاموش شوید. شما را نمیدانم اما من نیتی در این زندان پوسیدن را ندارم. چیکار میکنیم سردار؟ از اینجا چخیل نجات مییابیم؟ ما اکنون تنها یک امتیاز داریم عزیزه.
آن هم با ناموس مردن است. مردن؟ چی خیلی؟ این داروها را فرو میبریم و خاتمه میدهیم. با غرور و ناموسمان میمیریم. میخواهید؟ البته سردارم، من دائما با شما همراه هستم. تو چی مینی؟ جنابم شکند آن قاشقی که از آش میگردد. شاید سراسیمگی میکنیم. شاید از تالار سود ما را حاضر مینی. حاضر یا دیگر هیچ وقت؟ دارو را خودی حاضر فرو میبریم. بله. یعنی در حال میکشد؟ در مدت نیم ساعت. دردی زیاد نمیکشیم؟ بسیار گفتی. خب شد، بس از این مسخره بازی. کمی هم باشد چهرمون کشاده شد. رفیقان به من گوش کنید. دو حالت مهم است. یکی اینکه جانشین سروزیر می آید. جانشین سروزیر؟ چرا؟ فکر میکنم که برای موفقیت ها تبریک میکند. اوه معاشی 3 ماه توفا میکنند. 1 ماه تعطیل. ما باز وظیفه میگیریم. خیری تو هم پرواز کردی. از همه زیاد 1 ساعتی دستیت میدید. باشه آشی گرفتن امان مهم نیست. به این همین کارها برای مال و ملک و وظیفه نیست. راست میگوید سردارم. اگر رضاگی خداوند نصیب گردد از این هدیه بزرگ نیست. مهمان که آید همش معلوم میگردد. آماده باشید بران و دیگرها را به سود میبریم. در مدت 1 ساعت باید که آنجا باشیم. فهمیدید؟ رفیقان مانده نباشید. آقای دادستان خوش اومدید. خوش باشید نجیب. همه‌تان را تبریک میکنم. مهمان ها آمادن؟ در نظارت خانند. هر وقتی که خواهید میبرویم. پیکس، آرزو و دیگران در راه هستند. باز ما هم دیر نکنیم. البته آقای دادستان. کنی بیارید اینها را ببریم. یگید کنی بیایید. هممون در حساب 3 داروها را فرو میبریم. تا 3 حساب میکنم. 3 که گفتم هممون یک جایه. 1 دقیقه بعدی 3 گفتن و یا بعدی 2 گفتن فرو میبریم. 3 که گفتم فرو میبری. فهمیدی؟ میفهمم همش رو، اما جان هم شیرین است آخر جنابم. 2 1 دقیقه سه. ایست. چیکار کرد؟ زودتر درون شوید. نیازی زودتر درون شو. فرو برید دارو رو. زودتر فرو برید. زودتر فرو برید. زودتر. با ناموس مردن میخوام. زودتر درون شو. تقدیرم که دارو را فرو برن. زودتر. زودتر بچه ها. دارو رو گیره. پرتاید. سر دهید مرا. من مردن میخواهم. با ناموس مردن میخواهم. هرگز زندان نمیروم. سر دهید مرا گفتم. سر دهید. میبخشید اینقدر آسان نمیشود. سر دهید. زندانی شدن نمیخواهم. این خیلی نمیشود جنابان. شما از ما اینقدر به آسانی نجات نمییابید. سردارم زودتر باشید. باران خودش رو کشته نشد. چی خیل؟ نمیدونم آقای مظهر. آقای نجیب مداخله نمودند. خدایا همینش نمیرسید. تو فرو بری میشود. بده فرو برد. من جانم را از کوچه نیافتم آقای گید. چی خبر است؟ رفیقانت را فروختی. اینقدر درویه و اینقدر هیلگر هستی کایا. البته این جان است از بازار نگرفته ایم. چرا نمیگذارید که من بمیرم؟ کار ما تو را زنده نگاه داشتن است. همه عملهایت را 1 عمر به یاد آوردن برای ما خیلی بهتر است آقای بلان. اینجا چی گپ است؟ آقای دادستان یگان کاری بد نیست اینجا. جنابون پرداخت نکرده میخواهند که روند. ما هم در پیششون شرط گذاشتیم. آقای بران مگر عیب نیست خود را راهبر میحسابیدی
اینقدر با فقر زندگی کردن و خیر بادگویی فقیرانه شخصا برای تو نمی‌زیبد. بیایید اینها را هرچی زودتر به سود براریم. اول به مردم جواب دهند. کنی را گردید. مرحمت برای زودتر زود. من با این آدم در یک ماشین نشستن نمیخواهم. او را با یگان ماشین دیگر ببرید. میله شد، خاموش شو. من با این آدم در یک جا ایستادن نمیخواهم. اگر خواهید به شما لیموزین جدا نماییم. خانمای محترمه خاموش شوید، کیفیتی راه را برارید. اکا یک دقیقه. چی شد خیری؟ خیری چی شد؟ چی شد خیری؟ آقای مسهر با اکای ممدو میخواد بخورد. فهمو. شد میلش فهمیدم. نه شما روید. اکای ممدو در همینجا میموند. کار آقای مسهر بسیار است. تنجی باشد. مرحمت رفتیم. خیری تنجی است؟ نمیدونم اکا. با خدا تو رو خوز ببیند. یا خدایا شد تو دیدم. لابای آقای مسهر مرا جغ زدید؟ شین با تو کاری دارم. ممدوح ببین از اطرافای کایا مینیک نقطه را به دست آوردم. چی بوده است؟ کایا درباره یک کلیسا نقل می کند. بران به آنجا رفته با نفری واخوری می کند. البته که جماعت کلیسا از این بیخبر است. فکر می کنم که آنجا را به طور پنهانی مکان کردند. شاید به نفری در خارج بوده ارتباط هم نمانده است و نقشه گریز را آنها تامین کردند. احتمال زیاد دارد. چرا اینقدر غمگین و خاموش هستید؟ چی را انتظار بودید؟ یک روز نه یک روز حتما دستگیر شدنتان مثل آفتاب عیان بود. باید که آماده می شدید. این سزاواری ما نیست. جدی میگویی؟ فکر میکردید که بعد ریزاندن خون مردمان بیگناه باز در کوچه ها سر و گشت میکردید؟ من بیگناهان را نکشتم. تنها کشور را صاحبی کردم. این بیشرفی را بینم. بیشرفی و بیناموسی. وای کشور را صاحب بر اومدی. با جنگ انداختن ترک و کرد و سنی و شیعه صاحبی کردی. والله عجایب روش بوده است. آفرین. گوش کن نجیب. عقل آدمان کوچک به حسابی کتاب کلان نمیرسد. فهمیدی؟ ترکیه پارچه مهمترین دنیاست. تو میفهمی که این کشور را به 2-3 دهاتی دادن چه معنا دارد؟ محو شدن کشور است. برای همین اگر لازم شود آدم ها میمیرند و اگر لازم شود تقسیم میشوند. نفری که این سخن رو بار آخرین گفته بود الان زیر خاک لقمه گرگ و پرنده شده است. شما یک چیز رو نمیفهمید. این کشور رو کسی به دست نخواهد گرفت. صاحبان اصلی این کشور امانت‌هایشان رو میگیرند. سردارم من چی کار باید کنم؟ پس از فهمیدن آن مکان نفر را وظیفه دار کرده به آنجا فرستادم. برای ما معلومات جمع کرد. کمی پیشتر زنگ زد و گفت کمی حرکت بر زیاد شده است. با او در تماس باش و از همه تغییرات ها با خبر شو. اطاعت آقای مسهر. اینطور باشد من در حال میبرایم. در اینجا معلومات های ضروری هست. در راه میخوانی. فهمیدم آقای مسهر. پیشروی شود به شما زنگ میزنم. آقای مسهر آدمتون آماده ایستاده است. بله حاضر برآمد. کمی پیشتر حادثه دیگری رخ داد. اینها شاهدان را به هدف قرار دادند. چه نقشه ها دارند؟ نمیدانم در کجا و چگونه، لیکن شاهدان را نیست کردن میخواهند. شد تو با دیگر کارها سر و کار گیر. من با شاهدان کار میکنم. اطاعت سردارم. شما بر اینها در آخر باز به همان سوراخی مشخا برمیگردید. حالا میبینیم که کی به کجا میرود.
چقدر دخترهای جوان و بیگناه را فریب دادید، چقدر حرامکاری و رذیلی کردید و همش را در سود یکایک نقل میکنید. من کسی را فریب نکردم. من یک عمر برای ترکیه زمانوی خدمت کردم. بسیار خوب. برای همین برای شما بر اینها زندانهای زمانوی بنا کردیم. حتی در بعضیشان بلندگویک‌های خوب هم هست. در همانجا به طور زمانوی خیلی خوب وقت میگذرانید. سردارم رسیدیم. گوش کنید. از پیش رفته اطراف را از نظر گذرانید و سایت اخبار عامه را دور کنید. فهمو سردارم. خواهش میکنیم شهر بدهید. آماده ایستادن. ثبت رو آغاز میکنیم. عیبدار شونده ها میفرایند. اکنون بیاد میفرایند. آماده ایستادن. ثبت رو آغاز میکنیم. ما یکم گناهی نداریم. اگر بدن را دوست داشتن جنایت باشد من را بگم که به این بیهودگی ما نقطه گذارید. بر چهره زمانوی شما هیچ نمیزید. رفیقان آرام باشید. آرام باشید. نجیب سردار یک پیشروی عجیبی رفت. بخیر است. امروز یکی به خانه مخفیانه گناهکاران باید روید. شاید با آنها حمله کنند. خوب اما سود خیری و نیازی آنجا میمانند و شما روید. تمام. گروه باز یک جا شد. همشان در همین جا. رفیقان خیلی بادیخت باشد. اینها گلوی یکدیگر را هم باقی کرده میتوانند. راگرد میروید. به کجا سردارم بخیر؟ رفتیم در راه میفهمم. خیلی نیازی شما در همین جا میمونید. احتیاط کنید. خواهش میکنم. آها زیر ریشت گفتن نمیتونم. آگه جوی سوز معلومه. مسئولان همه آماده اید؟ آماده ایم. مرحمت شما را گوش میکنم. عزایان محترم سودی عالی، در یک جایگی با 4 دادستان برای آماده کردن حجت‌ها و جمع‌آوری معلومات‌ها چندین ماه فعالیت نمودیم و در نتیجه پرونده بزرگ حجم در 2500 صحیفه آماده شد که به سود عالی پیشنهاد نمودیم. عیبدار شونده ها عزایان ارکین کاندو می باشند که این سازمانی تروریستی به حساب می رود و در خونریزی های مردم بیگناه دست زده اند. شد گروه را برای کمک دعوت کنید. شما هم احتیاط باشید بچه ها. ما هم در راهیم. بعد چند لحظه به نزد شما می رسیم. آقای پلیس یگون کمبودی هست مگر چرا تا حال نآمدن؟ کمی دیرتر شما را با تالار سود میبریم. خواطر نباشید. چخیل ورید میشویم؟ من در را تق میکنم و به خانه همین نارنجک گزی را میپرتایم و شما در آمده کار را تمام میکنید. فهمیدی؟ تو هم فهمیدی؟ فهمیدم. شد فهمو. پس آماده باشید. تنها نامی سازمان داخلی است. ارکن کاندوی ترکی با امرهای قوه‌های بین المللی حرکت میکند و سالهاست که در کشورمان در عملیات‌های خونین دست میزند و عیبدار شونده ها در این عملیات ها ادای وظیفه می کردند. در حجت های ضمیمه شده که
آنجا آشکارا آورده شده است عیبدار شونده ها از همه گونه امکانیت ها از جمله مقام، مکان و دیگر امکانات سوء استفاده کردند. اگر روش اینها را چون بازی شطرنج و دانه های آن فکر کنیم، پس اینها تنها پیاده‌گردها می باشند. من اعتراض میکنم جناب سودیا. پیاده‌گردی اساسی آقای دادستان است. اعتراضتون ثبت کرده شد. حاضر خاموشانه گوش کنید تا سخن ندهم، حرفی نگویید. آقای دادستان شما دوام دهید. عیبدار شونده ها یعنی پیاده‌گردها در این نقش برای نابود ساختن حکومت ترکیه عملیات‌های از قبیل سوی قصد و اینچنین برای آماده کردن تبدلات لایحه‌های جنگ انداختن ملت ترک و کرد را برا گذاشتند. در اصل نقشه عملی گرداندن ارکنکاندو از سال 1984 سرچشمه می‌گیرد و تا امروز زیاده از 40,000 خون مردم را ریزانیدند. جهت پیدا کردن بازنگران اساسی و چهره‌های اصلی این سازمان ارکنکاندو ما کوشش کرده ایستاده‌ایم. توجهتان را به یک نقطه جلب می‌کنم. این پرونده در تاریخ جمهوریت بزرگترین به حساب می‌رود و به حضور شما آوردن عیبدار شونده ها چون دادستان دولتی گفته می‌توانم که کشور از یک وبا نجات یافته است و در حالت امن قرار دارد. من این عیبدار کنی را رد می‌کنم. این آدم دروغ میگوید. ساختکار، خائن. در جایتان شینید. من این مرافعه را رد میکنم. این مرافعه ناعدالتانه است. ما نفرانی هستیم که به وطن خدمت کرده ایم. شما در جایهایتان نشینید گفتم. جناب سودیا، چهره اصلی این نفرانی که دعوای خدمت به وطن را دارند در پرونده ثبت شده است. یکی از خصوصیت‌های ارکنکاندو سال‌هاست که در همه موقع‌های چی دولتی و چی تجارتی جای خود را کسب نمودند. در این کشور مکانی نمانده است که نفرانشان وارد نشده باشند. باعث تأسف است که در پرونده نفرانی هستند که در مقامات‌های قدرتی از جمله در سود و امنیت فعالیت نمودند، با سازمان همکاری‌ها نمودند و همه این گفته‌ها با دلیل در پرونده جا شده است. از همه مهمی پرونده این است که یکی از نفران اساسی این سازمان عزیز بشران در زیر سازمان تعلیم دهی فعالیت مخفیانه غرضناک را برآورده است. در سیما گرچندی که به خاطر رشد تعلیمی نمودار باشد هم فعالیت لایحه ستاره ها این آماده کردن جاسوس ها بر ضد کشور می باشد و این لایحه در مسئله حیاتی نیز نقش نظررسی را صاحب است. جناب سودیا و عزایان محترم، چخیلی که قبلا پرونده درباره جاسوسان در خدمات‌های قدرتی پیشنهاد کرده بودم، نفران جوان را با آن اصول‌هایی که الک شما هم واقف هستید در وقت جوانی آنها با راه‌های غیر ثبت می‌کنند و بدام می‌گیرند. هدف افشای سری خدمات ترکیه است. هدف به خرابی آوردن حالت جنگی است. من دیگر نمی‌خواهم که این تهمت‌ها را گوش کنم. کسی نیست که این آدم را خاموش کند. شما کی هستید که با ما چنین سخن میراند؟ اگر یک بار دیگر صدایتان براید از تالار پیشتان میکنم. فهمیدید؟ شما ادامه دهید آقای دادستان. برای آموختن صنعت و نازوکی‌های حربی و اینچنین گرفتن پیش راه افسران جوان با اصولهای ناروا، مواد مخدر، زنهای فاحشه زیر دام خود میگیرند. این حادثه به آن دلالت می کند که سازمان ارکنکاندو چقدر خطرناک است. لایحه ستاره ها یکی از پرونده های جاسوسانه سازمان ارکنکاندو به حساب می رود که سال هاست فعالیت دارد. بیاید جنابان میبرای. با شاهدان هم زیره پوشونیم. مایلش پوشونه. گاز و کاستوم هایتان رو برورید.
کی است؟ آب آوردم. کی بوده است؟ آب آوردن. با خیر است برادر. آب طلب کرده بودید، من آوردم. نه، ما آب طلب نکرده بودیم. این خانه رقم 9 نیست؟ بله. آخر شما آب طلب کرده بودید، آوردم. برادر با فکرم خطاگیر شده است. نه برادر، چگونه خطا می شود؟ شما زنگ زدید و من هم آوردم. برادر در اینجا کسی آب نخواسته است، میتوانی روی. بچه ها نارنجک است. چی است؟ نارنجک؟ شاید اونو بردم از اونجا برادر چای دارم. بزرگتر کمک طلب کنه. تلفن کجاست؟ نمیبینم، چشمونم رو شده، نمیتوانم. عزایان محترم سودی عالی، یکی از نفران عبرت بخش دیگری این سازمان کایامینیک نام شخص است. این شخص از سال 1980 با راهبران این سازمانی تروریستی نوارهای خود را روی صحنه برآورد و راهبران این سازمان مشاوری نموده آنها را وصل نموده به آسمان می‌برآورد. این نفر به کشورهای غرب کتاب‌ها آید به جنگیان آزاد نشر نموده است. او سالهای زیاد در تلویزیون برنامه‌ها آماده کرده. این را ببینه. به این شخص وظیفه تشویق مردمی کرد به سوی کوه را دادند و با مردمی کرد از نزدیک فعالیت کرده است. چخیلی که شما هم می‌بینید این شخص استعداد والای خود را در این جاده استفاده نموده با لباس‌های گوناگون به تمام جمعیت‌های جدایی خواهانه تشویقات گذرانیده است. جناب سودیه و اعضایان محترم، چه ها میگوید؟ این شخص هم در قربان گردیدن هر یکی آن 40,000 نفر عیبدار دانسته می شود. وای 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 وای. کایامینیک در سالهای آخر در این سازمانی تروریستی نقش تأثیر بخشی را بازیده است و چون راهبر شناخته می شد. حتی سالهاست که از مرکزهای تعلیمی این کشور معاش گرفته است. همه این فعالیت را کتاب تشویقاتی نموده ثروت خود را می افزود. در این کشور چقدر خون ناحق مردم بریزد نام کایامینیک هم همانقدر مشهور می گردید و ثروتش همانقدر می افزود. این شخص که خود را به چه گواره مانند کرده است ذره از اخلاق تبادلات خبر ندارد. خودت آمدگی. سلاحت را پرتا گفته، ما پالیسیم. نمیپرتایم، شما را میکشم. سردارم، افسوس که به شما خبری بد دارم. چی خبر؟ شاهدان ارکن کندو را کشته نتوانستیم. پلیسان شاهدان را صحت و سلامت به تالار سود حاضر کردند. خبری بد همین است؟ سردارم اگر اجازه دهید یک پیشنهاد دارم. چی است؟ تو را گوش میکنم. معلوم است که پرونده ارکن کندو بر ضد ما نتیجه میگیرد. همه این نقشه هایی که دایر به ترکیه داشتیم فاش میگردد و نفران ما هم افشا میگردند و این روش تا به ما خواهد رسید. چی پیشنهاد داری؟ اگر اجازه دهید با نفرانی که افشا شدن رابطه را قطع نماییم. یعنی برام کایامینیک، پیکاس و دیگران را به قتل رسانیم؟ بله سردارم. برای نگاه داشتنی سازمانمان دیگر علاجی نیست. سردارم چی امر میکنید؟ با نفرانی که افشا شدند و رابطه کنده شود پس عمل کنید. هر کاری را که روا میبینید. اطاعت سردار. به شما درباره این مسئله مفصل عرض میکنم. بیایید.
شما خوب هستید؟ خوبیم. میخواستن ما را به قتل رسانند. آنها از خوف میخواستن که ما را بکشند. نترسید، کاری کردن نمیتوانند. اگر خواهید شما را به بیمارخانه بریم. نه، من به سود میروم و شاهدی میدیم و حتی پنهانانه بر قتل اینها روی راست برآمده شاهدی میکنم. و جای حادثه متخصصان را جغزن. شما یگان چیز را دست نزنید. ما این رفیقان را به سود میبریم. بیایید. تشکر. مرحمت گذارید. مرحمت جناب. پسرم ببخشید اگه می آمدید. البته جناب. شما چی میخواستید؟ این قدح رو بگیر. جناب اگر اجازه دهید یک خواهش عرض بکنم. تو را گوش میکنم. جناب اگر استادمون اجازه دهند بهر نشان دادن صداقت دستشان را بوسه کردن میخواهم. به این طرف بیا. کار تمام شده باشد میتوانی روی. جناب مرا خیلی شاد کردید. از شما منت دارم. با این بالا آلوده نشده کار را حل کرده باشد میبینیم. خطای من مرا ببخشید. مهم نیست. یکی شد. در این دیست ثبت آوازها و رسمای استاد و حجتها هست. احتیاط کنید. استاد نقشه های کلان دارد. کاری بهترین انجام داده. آفرین. سلامت باش. باز بخشش میپرسم. من هم بخشش میپرسم. روزتان بخیر. آقای مظهر از نفرمان فلشکه رو گرفتن. خیلی خوب. زود به ماشین سوار شد. ماشین؟ کدام ماشین؟ ماشین سیاه روبروی. سوار شد. آقای مظهر انا فلشکه. سود در چه قرار آمد؟ خبری هست؟ تا حال پرونده را میخوانند. گناه های این بیناموسان را سالها بخوانی تمام نمی شود. پسرم ماشین رو ران.